درود به شما عزیزان. امروز میخوام به این پرسش پاسخ بدم که آیا این بیزنس یک بیزنس هرمی یا MLM هستش. ببینید، بیزنس های هرمی بیزنس های غیر قانونی هستن و شما اینو با یک گوگل سرچ خیلی ساده میتونید پیدا بکنید. دلیلش همین هستش که هیچ نوع محصول یا خدماتی ارائه نمیدن، فقط با جذب افراد هستش که درآمد دارن و اون شخصی که در رأس قرار داره همیشه از افرادی که پایینتر از همون خودش هستن کمیسیون میگیره که خب بسیار غیر اخلاقی هستش و این غیر قانونی هستش. ببینید، توی بیزینس ما همونجوری که صحبت کردیم در موردش، ما هم محصول داریم، هم خدمات داریم و در آخر سال باید به دولت کشورمون باید مالیات پرداخت بکنیم. دولت کشور شما هیچ وقت از بیزنسی که غیر قانونی باشه نمیاد ازش مالیات بگیره. پس اینو متوجه باشین، این بیزنس هرمی نیستش. ما اصلا به افراد مراجعه نمی کنیم. خاصیت بیزنس های هرمی این هستش که به دوست، آشنا، فامیل، همسایه در همسایه مراجعه میکنن تا بتونن افراد رو جذب کنن. ما با کسی تماس نمیگیریم و اصلا این روش این بیزنس نیستش. ولی خب اصلا جدا از تمام اینها بیزنس های هرمی غیر قانونی هستن. به قول معروف ختم کلام. در مورد MLM برای شما توضیح بدم. بیزنس ما شباهت‌های با بیزنس MLM داره، ولی خب تفاوتاش هم من براتون اینجا میگم. ببینید، توی بیزنس های MLM باید افراد به حتما یک سقف فروشی رو بهش برسن تا بتونن که اون کمیسیون ها و اون بونس ها، اون جایزه ها رو بگیرن، جایزه های نقدی رو بگیرن. اگر که نتونن اون سقف رو به قول اینجا یا میت بکنن، به اون برسن، از اون لولی که هستن میان پایین. ولی در صورتی که توی بیزنس ما به این شکل نیست. شما وقتی رشد میکنین، وقتی که بالا میرین، هر رتبه که میرین بالا، دیگه هیچ وقت عقب بر نمیگردین. حتی اگه فعالیتتون رو به هر دلیلی برای یک مدت زمانی شما متوقف بکنین، شما باز هم هر زمان که برگردین از همون جایی که قبلا بودین شروع میکنین. توی بیزنس های MLM افراد باید که حتما یه سری پروداکت بخرن، یه سری محصولات بخرن، باید برای خودشون بتونن یه اینونتوری داشته باشن که بتونن باز دوباره اون کمیسیون ها رو دریافت کنن یا بونس ها رو دریافت کنن. و بعضی وقتا افراد فقط به خاطر اینکه بتونن کمیسیون و یا اون بونس ها رو بگیرن میرن و این پروداکت ها و محصولات ها میخرن و انبار میکنن، در حالی که براشون هیچ فروشی ندارن. چیز دیگه که در مورد بیزنس های MLM شما میتونم بگم این هستش که یه سریاشون مجبور میکنن افرادو که باید که آموزش هایی که باید براشون پول پرداخت بکنن و حتما باید اون آموزش ها رو تو شرکت بکنن، و یا اینکه باید یه سری ابزارهای تبلیغاتی رو حتما بخرن برای اینکه بتونن که اون کمیسیونشون رو به دست بیارن. ببینید، توی بیزنس ما همونجوری که گفتم، اولا که شما هر رتبه که پیدا بکنین تو همون رتبه میمونین تا اینکه ارتقا پیدا بکنیم و با تلاش خودتون به مرحله بعدی بریم. شما یک بار محصول خریداری میکنین، همون اول که بیزنس خودتون شروع کنین بیزنس آیدیتون رو میگیرین. بعد از اون دیگه شما هیچ اجباری براتون نیستش که بخواید دوباره محصولی خریداری بکنین. آموزش ها همون یک بار که $149 شما پرداخت میکنین، همه آموزش های شما رو پوشش میده و شما لازم نیستش که بخواین که پولی پرداخت بکنین. در نتیجه شما با توجه به این تفاوتایی که من گفتم میتونین بهتر یک دید بهتری داشته باشین نسبت به اینکه چطور بیزنس ما عمل میکنه و خب بیزنس هایی که حالت ترادیشنال و سنتی MLM دارن عمل میکنن.